اگر یه باری دیگه بینگ میگی انا همینجا دارم تا سهر قطعید میستم فهمیدی؟ بینگ بینگ بینگ. خوابی بیدار زنک؟ ای بدار. ها؟ بدارم بیداری؟ این قنق چایت بریزه میخری؟ ای نه مردک نمیگذره قطقه میچی نمیگذره. آخی تو چای نخری یا چی دیگه نخری آخی این شیرت بوردم نخوردی با این چی خیلی میشه آخی با این؟ ای گودکم کو. ها؟ گودکو. همین جدیان گودکو بازی دارن بیچاران ندونن که اوچهشون در جو کسل یا خیلی بیعقلن و ندونن اوچهشون کسل خواب در جو گینه چند قشیده ای من برم چی بلایه. یه حالی ساد میشه زنک جان زیقین نه که حالی ناز میشه با ساد میشه آخی اوف چشمم آبی کده نمیتونم هوی میکنم قسیاه پیشوی چشمم کی. پیشی چشم توری چی دسته؟ پیش چشمم توریک دسته. این خیلی موجک خیلی توریک چی دسته جدیسته؟ توریک چی دسته پیش چشمت؟ پیش چشمم توریک دسته میگم چشم دیگه نکشم. من برم دیگر در بدنم یک آنچه نمونده. ای مردک به فایده دخترها زنگ نزنه به فایده زنگ نزنه خودم دردی خودم میدانم میبرم. من دخترو در زنگ نزدستم قشلاقی پایانگی ده دختره که بشوی میگم پیشکی همون را زنگ چکنم همین مرا چند بار اتام گفت که ماشین نمیتم تا باوری ندارم این اخیر دیدی ماشین زدم ایره ما چی کنم دیگه ما پیش کی ببرم ایره چو کدن همسایه سازه خوبه؟ نمیبینی چو کدم ماشین زدم اینم جمعه سادم ماشین زدم این ماشین اتام اینم دیگه نصرانیان پرید از زیق چیدم نمیدونم خودم چی خیلی کنم با اومده چو کدن میگو که ندیدستی همین میبخشین همسایه جان خیلی داد نزنین من رنگی همسایه گفتم اکیه بپرسم تو نه همسایه جان خیلی میبخشین اوزور همسایه جان میبخشین خیلی ماشین ما زدم خیلی ماشین اتام آخه من اینا که دیگه چیکار میکنم آخه اینا مرا بگو من چیکار کنم اینا دیگه آخه خیلی زیغ نشین همسایه جان من یه راهی حلش میدونم همین گروشی تل داره ماشین تو گروشتل چون میکنی همسایه آخه این پیش زدم آخه من پیش زدم همسایه مرا تو خیلی نفهمیدی تو اگه گروشی تل پوف میکنه پیش ماشین تون دم میشه پچخشیدگیش ساز میشه خیلی میشه به همسایه جان ای هزار رحمت سلامت باش. های کجا اومدی تو تینجه همسایه؟
ای گلوشتیل پوف کرسی یگان چی رس کردای؟ نه کسادی یگم چی رس نگرفتن ماشین ما زدم نه باید دختره که دیگه همسایم گذاشت گفت که زیغ نشه گفت ای گوشلش پوف که گفت همین جای زدگیش گفت دم میشه پچق زدگیش راست میشه فهمیدم کچی نمیشه پوف که اسم هیچ ساز نشدیسن نفهم نکردای روز تو گفتای بکلا اول تریزای ماشین تو بالا کو با پوف کو عروسک قشنگی تو گلی لونه رنگی من آمدم به دیدار گل دخترکی ونجی من آمدم به دیدار مردک جان همین صدردین معقول به چی با توی مانده نگرفتی نآوردیش آخی صدردین در خود کانادای در دولتای خارجی وای مشید بنده می آورده من همه کاره خونه را کدام این مامدست همه چیز را کدام و نامشه رو بچین کدام خونه را اوقات کدام گفتم که اگر اگان کسا بخورن بیارم شما نه من نمیخورم گنجی نجور من سیرم برم ماما پرس اگه اوقات بخوره اوقات باشه اگر نخوره بیا میریم شهر پراگول که میریم تماشا میریم مایا؟ مایل خب خدا شکر سنی سالتم که میرفتم میترسیده یه چی را بخوری السلام ای در قد صدقه کلن در قد صدقه خوش آمدی بیا بیشی پاسو دکات ششتی بچم ها شستم ساس کردی کاری خوب کردی همه کارا کدام تمام کدام گفتم که همی بیام این قاقتی شما بشینم هم صحبت چم در قد صدقه همی گفتم یک چی را پرسم ای شما مایلش اگه بخششی زیاد گفتم خفه نشین یا که همه شما را ما موما بگم بیبی بگم خولا بگم اما بگم چطور بگم که خفه نمیشین ای بچم چیزی که میگوی بگو چیزی که دلت میکشه بگو ما بچم همین فقط بیوه هم نگوی شی جابیا چیه؟ جابیا ها نجوبه همیو را باید کودکا جمع کنن این کار را باید کلاما کنن گودکانه بگی یارا تست جره هوار کن یه تو به عقلی چی نمیفروشه میره ای در کارمون میشوه اوف کتی کرما چند سالی دیگه زندگی میکرده باشم مرا گوش کن ببین مرا اینی را بگی خکو پارتوسو هوار کن مرا فهمده؟ تست کن باز من میام با نمیخرم هم چای خنک بسد نخون ولی اگه شما بگوی میگه که اینا با ما رای خیلی میگه کم آخی همین اون کاری نیست همین در همین جا تیت چی شده جزیر شده همه هوا شده یا پرمیریتا کاره همین را نمیگیره جمع کنین بگو میسر مرا نگاه کرده آخی های برکلا واو خلاب خاری رفته نه خلیب خاری با ما گفتم خلاب خاری رفته